قرار است در منطقه آزاد اقتصادی ولایت سوخ به زودی 8 کارخانه عظیم نو به کار سر کند. قسمی از آنها با سرمایه‌های بیرونی بنیاد خواهند شد. ساختمان در اوج است، اما نگرانی ها از کمبود برق نیست، چون به برق این کارخانه ها کار کردن نمی توانند. با مکتوب با وزارت روان کردم اویدی همین کمکی برق بعد با هر سال که ما شوروی منطقه آزاد اقتصادی نشد با راهبری معاونی اولی سروزیر در آنجا هم که من سال این مسئله وظیفه گذاری کردم گفتم که با که ما همین برق لازم برای جلب سرمایه اساساً همین برق لازم. ولایت سوخت زیاده از 1200 کارخانه صنعتی دارد و در آنها 260 نمود محصولات تولید کرده می شود. قسمی از این کارخانه ها در حدود منطقه آزاد اقتصادی جایگیر شده‌اند و از امتیازهای دولتی برخوردارند. نمایندگان شرکت برق تاجیک در ولایت سوخت میگویند اکثر مراجعت صاحبان کارخانه های صنعتی را قانع میگردانند و در این سمت تقریبا مشکلات وجود ندارد. مسئله منطقه آزاد اقتصادی اون منطقه از زیرسکوی برقی احیا با برق تامین می شود. اونجا روی معلومات من هرچند در توازنش بقای تقسیم و شهر خوجان باشدم روی معلومات من اونجا باید مشکل نباشد برای فعالیت این کارخانه‌های صنعتی. فعلا در منطقه آزاد اقتصادی ولایت سوخت بیشتر از 40 شرکت داخلی و خارجی فعالیت میبرند و با 10 کشور جهان داد و گرفت میکنند. قسمی از این کارخانه ها با گاز طبیعی کار میکنند که 5 سال پیش بعد تنفس چند ساله انتقال آن از ازبکستان از سر گرفته شد. با وجود این سران منطقه آزاد اقتصادی سوخت میگویند در سال جاری عزم دارند برای برطرف کردن مانع‌های انرژتیکی سرمایه گذاران چینی را جلب کنند. سرمایه گذارانی مردم چین اگر عمده همین солнечный پنل میگن اگر پنل برقی آفتابی اگر همین شود که بسیار همین حل مسئله میشه بسیار با کارخانه‌ای که با هستن سرمایه گذار با بسیار تر جلب میشوند اینجا. 200 میلیون دلار در سال 2024. به قول رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت سال گذشته در ولایت 164 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی تأسیس یافت که قسم زیادی کارخانه ها به شهر خوجند و ناحیه باوجان غفورов راست می آید. ما قریب 6 میلیارد سومانی مجموع محصولات صنعتی زیاد کردیم، لیکن قریب 118 کارخانه ها از فعالیت باز ماند که اینها رقابت کرده نتوانست همین بازاری داخلی و تا 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عزیزمان باز ما 280 کارخانه های نوی صنعتی بنیاد کرده می شود. منطقه آزاد اقتصادی سوخت قریب 20 سال پیش در حدود 320 گکتار زمین بنیاد شد. این اولین تجربه جلب سرمایه بود که نسبتاً موفق شمرده می شود. مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودا میگویند مناطق آزاد اقتصادی قطعه های علاهیده قلمرو تاجیکستانند که در حدود آنها شرکت های گوناگون بر اساس رژه ویژه اندازبندی و گمرکی فعالیت میکنند و مقامات دولتی حق دخالت به کار آنها را ندارند. زیرا حدود مناطق آزاد اقتصادی همچون حدود گمرک کشور دانسته شده به مال و ملک داخلی آن همچون به مال و ملک خارجی مناسبت می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.